وقتی که انسان به قرآن کریم خصوصا پایبند است، به احادیث پیامبر و سنت های پیامبر در برابر محافظه کردن از جن و از شیطان پابند است، به او چیز ضرر نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال میزنند، مثال ذکر الله را مانندی به یک مردی که از دشمن میگریزد و خود را داخل قلعه میکند. حدیث در کتاب های سنن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ آنی که ذکر میکند و با ذکر پروردگار زبانش و قلبش مشغول است، گویا که داخل یک قلعه گشته است و دشمن به او رسیدگیری کرده نمیتواند. علل خصوص خیلی که پیشتر هم گفتیم آیت الکرسی که دربارش در بخاری هست که خود جن به حضرت ابو هریره میگویند تو اگر آیت الکرسی رو خواندی به تو من نمی آیم، ضرر نمی کنم. پیامبر میگویند او دروغگو هست ولیکن به تو راست گفت.